دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. امروز با آموزش ایجاد یک سند جدید در این دیزاین همراهتون هستم. میخوام بهتون آموزش بدم که چطور میتونیم یک سند جدید تو این دیزاین رو وجود بیاریم. خب ما سند نرم افزار دیزاینمون رو باز میکنیم، وارد گزینه فایل، گزینه نیو میشیم و یک داکیومنت جدید به وجود میاریم. خب اینجا که شما تشریف میارید اینجا گزینه‌های مختلف و المان‌های مختلفی داره. یکیش اینه که فایلتون رو میخواید برای صفحات وب طراحی کنید که اینجا رزولوشنتون بر اساس پیکسل تغییر میکنه. میخواید چاپش بکنید یا میخواید اصطلاحاً ازش PDF درست کنید یا میخواید دیجیتال پابلیشینگ بکنید که اینجا ورژن های مختلف رو میتونید که ببینید. من اونجایی که ما با دیفالت ذهنیمون اینه که شما میخواید سندتون رو تو این دیزاین چاپ بکنید، پس برای گزینه پرینت رو قرار میدم. نامبر آف پیج میگه تعداد صفحات مجلت چقدره. مثلا من میگم من 20 صفحه مجله دارم و 20 صفحه است. میگه من شماره صفحات رو از چند شروع کنم؟ میگم شما از 5 شروع کن. الان اگه من اینجا توی محل اوکی بکنم و اینو زوم آوت بکنم، میبینید که ارزم به حضور شما که اومده چیکار کرده. اومده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دوتا 9 تا دوتا ایجاد کرد. یکی هم که بالا پایینشه. مثلا شماره صفحه اگه بخوایم بزنید اون رو از شماره 5 شروع میکنه. پس این گزینه‌ای که اینجا میبینید بحث شروع شماره صفحه. سایز کاغذتون میخواین چند باشه؟ میخواین A5 باشه، A3 باشه یا A4 باشه یا حتی کاستوم باشه که میتونی اسم براش بذاری اینجا و اون مقداری که میخوای بهش بدی. تعداد ستون‌های سندت میخوای چقدر باشه؟ ببینید اینو شما میدونید که ما تو این دیزاین میتونیم بگیم مثلا من یه سند 3 ستونه میخوام. من اینجا 2 ستونه رو انتخاب میکنم. گاتر مقدار فضای بین ستون‌ها کنید. الان این اومد میبینید این فضا سفیده بهش میگن گاتر. من اینجا نیو رو میذارم، داکیومنت رو میذارم، گاترش رو مثلا میذارم روی چند؟ مثلا میذارم روی 10 میلیمتر. ببینید چقدر الان زیاد میشه فضای. من ستون‌ها رو 2 نکردم، معذرت میخوام. من این ستون‌ها رو میکنم 2، گاتر رو میذارم 10 و این رو اوکی میکنم. برید فضای بیشتر شد. و همین سادگی. و اینجا هم که بچه مارجین میشه این فاصله خارجی. ببینید محسن من کجاست؟ به میگن مارجین. من مارجینم رو قفل ارتباطش رو برمیدارم، میگم از بالا میخوام 30 پیکسل 30 میلیمتر، از پایین 20 میلیمتر 20 میلیمتر و اینساید آوتساید هم داره. اینسایدش میخوام 10 میل باشه و آوتسایدش 30 میل. اوکی، اینا که میزنم ببینید یه سند اینطوری برای من درست کرد. تاپ، باتن، اینساید و آوتساید. به همین سادگی میتونم مارجین رو مدیریت کنم. برای مدیریت چاپ که ما همیشه میگیم تقریبا یک مارجین 1 سانتی متری یا 10 میلیمتری به حداقل لازمه که وجود داشته باشه. میلیدن اسلاک هم که تنظیمات تخصصی تیم تو این دیزاین هستش که در این مبحثش نمی‌پردازم، در آینده اشاره می‌کنم. یه نکته‌ای که دلم می‌خواد اینجا بدونید اینه که این فایلی که شما الان به وجود آوردین رو خب ممکنه دوباره بعداً هم بخواید. اینجا گزینه سیو داکیومنت پریست رو اگه بزنید یه اسم براش میذارم. مثلا من اسمشو میذارم آکادمی پرتو. میذارم آکادمی پرتو. این رو اوکی می‌کنم. آکادمی پرتو میاد اینجا. اینو که اوکی می‌کنم این ذخیره میشه. حالا اگر من سند این دیزاینم رو ببندم، یعنی سند رو ببندم و مجددا بیام این دیزاینم رو باز بکنم، ثبت میکنم تا این دیزاینم پنل نمایشش رو آماده بکنه. اگر دوباره یه سند جدید ایجاد بکنم، حین اینکه دارم یک سند جدید تو این دیزاین الان به وجود میارم، می‌بینید که آکادمی پرتو از قبل اینجا هست. دیگه لازم نیست من همه اون تنظیمات رو از اول انجام بدم. خیلی ازش میتونیم استفاده کنیم. امیدوارم که از این آموزش از آکادمی پرتو لذت کافی رو برده باشین. اگر سوالی داشتین حتما کامنت بذارید، با کمال میل پاسخ شما رو میدم. با امید دیدار شما. موفق و شاد و پیروز باشید.